به 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 سلام بچه، خیلی خوش اومد به این ویدیو دیگه. بچه این ویدیو حالا که بعدا میگم در مورد چه بازی، ولی بچه حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله فعال کنید و یه کامنت کوچیک برای من بذارید. خیلی عشقیم، بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه از این که میدونید، البته که نمیدونید، ولی خب بچه این بازی در مورد بازی تفنگی و ایناست دیگه، مثلا جنگه. یه اسم بازی هم نوشته بود بالاش، حالا جنگ جهانی. حالا ما نمیدونیم، بازیشو میکنیم، شما با هم میبینید و لذت میبریم. خب بچه تا صبر کنیم این پر بشه. خب اینجا بچه آموزش هم میده که باید چیکار کنیم. بچه از نظر کیفیت میخوام بگم، بچه دیگه خودتون میبینی کیفیت عالیه. یعنی واسه من، به نظر من که کیفیت خیلی خوبیه. چرا کلی میخوره؟ خب قبلش بچه یادتون نره که لایک و کامنت یادتون نره بزنید. بسه عشق این بچه اینطوریه. از نظر کیفیت واقعا خیلی بازی خوبه، کیفیتش هم عالی. اول خب اینجا هم تیری که پر میکنید، این هم مال نشون است. میگه برو بچه ها تو تنظیمات. حالا من میگه اینجا تو تنظیمات میگه بچه ها اون دیگه خودتون اینجا که من الان این بازی انتخاب کردم اینه که خودتون دستتون رو بزنید رو تیر. اون دیگه کلا اگر نشونه گرفتین روی دشمن، خودش دیگه براتون میکنه. خب بچه الان من میرم این درست میکنم. حالا این نمیدونم اینجا شما چیکار کنم، من درست میکنم این فعلا. خب بچه ما آمدیم اینجا، درستش کردیم. بچه ما الان متوجه چیز شدم که بچه کل هم داره راستی، و این که میخوای تیر بزنیم خودش دیگه هم تیر میزنه، هم بارا کنم میشونه شما. خب میایم اینجا، اینطوری میکنیم، میریم دیگه تانک. خب بچه ما الان سوار تانک شدیم و اینجا که میگه روی این تانکی میبایسیم و این تانکی رو بچه میکنیم. خیلی راحت زدش. بچه خب الان بچه مرحله اصلی بازی اون آموزشی بود و میریم داره بچه یار داریم. بکنم بچه آنلاین هم میشه اگر درست باشه. ما باید میشه تفنگ چند ور داریم. حالا وای چه تفنگ هم داریم.
نظر بریم دوباره زنده بشیم. آره مثلا همیشه از پشت بریم، از پشت بری خیلی خوبه. نه آره بیا راهنمایی میکنم. چیکار کنم بچه های کجا رفتن دشمن بیلم داره با بیل میزنم. اوجو چقدر اوه من الان میخوام نظر بدم خدایی مثل کالاف. حالا کالاف درست فرق داره یکم چیزتره ها، ولی کیفیتش همونه، زیاد این نیست. نظر بریم برای داستان خودمون یعنی بچه خودتون نگاه کنید بچه چه تفنگه دارم ما چه تفنگه دارم. ستایی رو فقط با اینجا خواهده. خب بچه برنده شدیم و بله ما 30 نفر از داریم، اونا 22 تا. و بچه اینجا نگاه کن، اینجا جالبه بچه، تو کالاف هم اینطوری هستم که نفر چندم این هم اینطوری سعیش کرده بچه یکی هم مثل کالاف بسازه. خب بچه امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید بچه من همیشه تو ویدیو هم خلاصه میگم که خودم هم ناراحت میشم و از موقع دستم میخوره اینطوری مثلا جلوی دوربینا دیگه خودتون درک میکنی که ما تازه پیجو زدیم و این داستان فعلا تا چند هفته یا 1 ماه 2 ماه اول است بچه. هر یوتیوبری بچه میخواد شروع کنه اولش اینجوری باش میشه دیگه و بعدش اگر کم کم داشت بزرگ میشد و پیشرفت کرد، حالا به پیشرفتم نیست ولی کم کم باید دوربینشو بخری و میکروفونشو بخری و این داستان دیگه کامپیوتر و اینا دیگه باید بخری و یوتیوبری تو شروع کنی و موفق باشی همیشه بچه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما لایک کامنتتون نره. عشقین خداحافظ.